آدما فقط با تو جوری رفتار میکنن که تو با خودت رفتار میکنی. این نکته مهم امروزه. این مسئله مهمیه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. آدما همیشه با تو جوری رفتار میکنن که تو با خودت رفتار میکنی. آدما همیشه با تو جوری صحبت میکنن که تو بهشون اجازه میدی و جوری اجازه میدی جوریه که با خودت صحبت میکنی. وقتی درونت انرژی اینه که من به خودم شک دارم، آدما بهت شک میکنن. وقتی خودت رو لیاقت عشق یا لایق عشق نمیدونی، آدمام تو رو لایق عشق نمیدونن. نه اینکه خودآگاه، نه اینکه خواسته و آگاهانه، نه، فقط اون انرژی رو از تو دریافت میکنن و اون رو به تو برمیگردونن. آدما هستن که به تو نشون بدن کجا داری از مسیرت خارج میشی. وقتی آدما باهات بد رفتاری میکنن، به جای اینکه به آدما گیر بدی، نگاه کن ببین توی تو چی این بد رفتاری رو دعوت میکنه. و این به معنی این نیست که تو مقصری اگه کسی داره باهات بد رفتاری میکنه. اصلا تقصیری وجود نداره. ما بعضی موقع تو جر و بحثا، تو گفتگوها دنبال مقصر میگردیم، دنبال این میگردیم که تقصیر کیه که این ماجرا شروع شده، تقصیر کیه که این دعوا شروع شده. و بعد من به تو میگم تقصیر تو و من میگی تقصیر منه و هزار تا دلیلم براش میاریم و واقعیت اینه که تقصیری وجود نداره. دقیقاً همینم هست که به هیچ جا نمیرسیم. تقصیری وجود نداره. یه سری مسئولیت وجود داره. این مسئولیت ها رو هر کدوممون میتونیم به عهده بگیریم. و وقتی من بهت میگم دلیل اینکه آدما بد باهات رفتار میکنن، دلیل اینکه آدما تنهات میذارن، دلیل اینکه روابطت ناامید کنن، دست اینه که خودت با خودت رابطه خوبی نداری.